حين ولدت أعطيت. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حال شما سلامتی؟ زنده باشید. آقای انصاری، خواستم فقط واسه شما یه حرفی بزنم. من فقط به خاطر الله شما رو دوست دارم. الله شما رو دوست بداره. همه کسانی که برنامه شما رو میبینن از اهل تسنن، مطمئن باشین که فقط و فقط به خاطر الله شما رو دوست دارم. الحمدلله. نه به خاطر چیزی دیگه. ما فقط برنامه شما رو به خاطر اینکه شما حرف از توحید میزنید، حرف از قرآن میزنید، حرف از وحدانیت الله جل جلاله میزنید، برنامه شما رو نگاه میکنیم. و برنامه دیگه نداریم ما که نگاه کنیم، فقط این برنامه های توحیدی شما. ما که توی دنیا شبکه‌ای نداریم دیگه. شبکه توی ایران دیگه همه مال دولت و از این حرفا، اصلا به ما اجازه نمیدن که حرفی بزنیم. یعنی شبکه‌ای داشته باشیم که مخصوص فقط یکی از آخونده ما که داخل ایران بیاد حرف خودشو بزنه. نه، نداریم. فقط و فقط شما. ما خیلی خیلی به خاطر الله شما رو دوست داریم. امیدوارم که شما هم همیشه برقرار باشید و این شبکه جهانی حفظ باشه. آمین. تشکر از شما. اجازه شما، خداحافظ. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. بله الحمدلله اهل سنت این لطف الله سبحانه و تعالی بود که 4 شبکه توحیدی داشته باشن: نور، کلمه، وصال حق و توحید. و این صدای مظلومیت اهل سنت جهان هست، فارسی زبانان. این بیان اون حقایقی است که در طول این 35 سال این رژیم جنایتکار نگذاشتن که در صدا و سیما بیش از 30 و چند شبکه داخلی دارن و حدود 30-40 شبکه خارجی دارند که از طرف ایران کمک میشه. برای تاجیک ها رادیو دارن، برای فلسطین رادیو دارن، برای پشتون های افغانستان رادیو دارن، برای دری زبان های افغانستان رادیو دارن. یک رادیو 1 ساعت برنامه در صدا و سیما به یکی از علمای اهل سنت بدید و باور کنید اونا نمیان علیه شما صحبت نمیکنن، فقط اعتقادات خودشون رو بیان میکنن و این رو ثابت کردن در طول 35 سال. کدام یک از علمای اهل سنت در مساجدشون، در منابرشون بر علیه شما صحبت کردن؟ همیشه به نیکی یاد کردن از بنیانگذار به اصطلاح جمهوری اسلامی، از خامنه ای، از رهبرانتون. 1 ساعت به یک عالم سنی حق بدید که بیاد در مورد اعتقادات خودش صحبت بکنه. 100 تا خط قرمز هم براش تعیین بکنید. بگید خارج از مذهب، خارج از کتبتون 1 کلمه صحبت نکنید. بگید که توهین نکنید، بگید اهانت نکنید، بگید اصلا مسائل سیاسی مطرح نکنید، بگید اصلا بر علیه نظام 1 کلمه حرف نزنید. فقط بیایید اعتقاد خودتون رو بیان بکنید. همین جرأت رو ندارند. و اگر همین علما با شبکه های اهل سنت به مجرد اینکه مصاحبه با اونها داشته باشن دستگیر میشن، زندانی میشن، تعهد ازشون میگیرن. ما کلیپ های علمای اهل سنت رو از یوتیوب گرفتیم، پخش کردیم در شبکه. بیچارا رو بردن زندان کردن، بازجویی کردن، شکنجه کردن که شما با شبکه وصال حق ارتباط دارید. دلیل که روح اون بیچاره هم خبر نیست، اصلا برای ما نفرستاده، اصلا ما ارتباطی با اونا نداریم. از یوتیوب، از اینترنت گرفتیم، از سایت هاشون گرفتیم کلیپ هاشون، سی دی هایی که در بازار در خود ایران داره از اونها پخش میشه در مناطق اهل سنت. این سی دی ها رو خریدیم و داریم پخش میکنیم در شبکه. دارن اذیت میکنن علمای اهل سنت رو به خاطر اینکه شما با شبکه‌های وهابی به اصطلاح خودشون ارتباط دارید. اگر واقعا راست میگن وحدت هست، هفته وحدت هست، نمیترسن از بیان اعتقادات مخالفینشون، حق بدن در صدا و سیما 1 ساعت در هفته، نه 1 ساعت در هفته زیاده براشون، 1 ساعت در ماه، 1 ساعت در ماه هم نخواستیم، 1 ساعت در سال، در 10 سال 1 ساعت اجازه بدن، در 30 سال 1 ساعت اجازه بدن، در 1 قرن هم 1 ساعت اجازه نخواهند داد. چون میترسن از بیان اعتقاد اهل سنت، چون سالها در بین شیعیان تبلیغ کردن که سنی ها دشمن اهل بیتن. میترسن که یک عالم سنی بیاد در شبکه صدا و سیما بگه که اهل سنت اگر اهل بیت رو دوست نداشته باشن ایمانشون کامل نیست. میترسن که اون
ماسکی که به چهره خودشون کشیدن، اون تبلیغاتی که سالها در شبکه ولایت و امام حسین و نمیدونم الکوثر و العالم و سیمای قرآن و فلان و معارف و اینا شده، اینها رو بشه دستشون. به خاطر همین 1 ساعت در 1 قرن هم اجازه نخواهند داد. این رو یقین داشته باشید که 1 ساعت اجازه نمیدن که یک عالم سنی بیاد صحبت بکنه. و چقدر تهدید، اهانت، توهین، ترور، به خاطر اینکه حالا 4 تا شبکه اهل سنت اومدن با همون امکانات متواضعی که دارن اعتقادات خودشون رو بیان میکنند. دارن میگن ما بارها در اینجا گفتیم، در همین برنامه، در دیگر برنامه‌های شبکه وصال حق، ما در پی این نیستیم که اختلافات بندازیم. اگر ما بخوایم اختلافات بندازیم، من اینجا فایل دارم که نظر مذاهب اهل سنت، مذاهب فقهی اهل سنت در مورد رافضه‌گری، میام اینا رو مطرح میکنم که اهل سنت رو بشورانیم بر علیه روافض. ما میگیم بابا علی توهین نکرده، همین صحبتی که من با آقای سید مهدی حسینی از تهران داشتم. علی توهین نکرده، علی گفته که اینایی که من باشون جنگیدم اخواننا بغوا علینا، برادران ما بودن که بر علیه ما بغاوت کردن. یک نص بیارید که علی ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و اینا رو اهانت کرده باشه، لعن و نفرین کرده باشه. میگن که خب علی مجبور بود، سکوت کرد. خب تو که پیرو علی هستی، تو هم سکوت بکن. میگه علی اون وقت مصلحت اسلام رو در نظر گرفت، لعن نکرد، جنگ نکرد، توهین نکرد، ساکت نشست. علی در اون وقت مصلحت اسلام رو در نظر گرفت. تو در این زمانی که آمریکا، اسرائیل، همه دشمنان اسلام در یک صف بر علیه مسلمان ها بسیج شدن، تو مصلحت اسلام رو در نظر نمیگیری؟ تو چرا سکوت نمی‌کنی؟ اگر علی سکوت کرد، شما هم سکوت بکنید. میگن که علی تقیه کرد. یک نمونه بیارید که در کجا علی گفته که باید شما ابوبکر و عمر و عثمان رو لعن بکنید. مجلسی میگه باید لعن بکنید، کلینی میگه باید لعن بکنید، خمینی میگه باید لعن بکنید، سیستانی میگه باید لعن بکنید. در کتاباشون اومده که میگن باید به مخالفینتون توهین بکنید، دروغ ببندید، بهتان بزنید، لعنشون بکنید، نفرینشون بکنید. علی نمیگه، خدا نمیگه، پیغمبر نمیگه. من بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، شما شیعیان عزیز پیرو نهج البلاغه باشید، ما با شما هیچ مشکلی نداریم. شما برادران ما هستید، خواهران ما هستید و هیچ مشکلی باهاتون نداریم. فقط پیرو نهج البلاغه باشید اگر شیعه علی هستید. اما اگر میرید دنبال والا نمیدونم مجلسی این رو گفته، کلینی این رو گفته، مفید این رو گفته، نمیدونم فیض کاشانی این رو گفته، نعمت الله جزایری این رو گفته، پس شما شیعه علی نیستید. ادعا نکنید که شیعه علی هستید. بگید شیعه کلینی هستم، شیعه مجلسی هستم، شیعه شیخ مفید هستم، شیعه نعمت الله جزایری هستم. اگر شیعه علی هستید باید از علی پیروی بکنید.